نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا. قبل از این آیه یک آیه‌ای که قبلا خونده شد و در تفسیرش مقداری ابهام هست، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، در رابطه با این مقداری توضیح عرض کنم که خدمت شما عرض کردیم این در رابطه با نفی شفاعت محبت است. چون که مشرکین معتقد به سفارش فرشتگان بودند و فرشتگان را دختران خدا می دانستند. مسلمه که سفارش دختر همون شفاعت محبته. خدای عزوجل که می فرماید ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نفعی ندارد نزد الله مگر برای کسی که خدا خودش اجازه بده. نفعی ندارد به این معنی که اصلا اتفاق نمیفته. حتی اذا فزع عن قلوبهم، این شرایط خود فرشتگان را الله عزوجل اینجا بیان فرموده. حتی اذا فزع عن قلوبهم، وقتی که وحشت از دلهایشون برطرف میشه. به چه معنا؟ مفسرین نوشتن که گاهی وقتی که اتفاقی در آسمان ها می افتد و سر و صداهای انجام می گیرد، حتی فرشتگان به وحشت می افتند. این فزع در رابطه با فرشتگان است، این وحشت درباره فرشتگان است. فزع عن قلوبهم، وحشت از دلهایشون برداشته میشه، یعنی حالت عادی میشند. بعداً از همدیگه میپرسند این فرشتگان قالوا ماذا قال ربكم، رب چی فرمود؟ قالوا الحق، در پاسخ به همدیگه میگن حق فرمود، یعنی فلان مسئله حق. منظور اینه که جای نگرانی نیست. پس فرشتگان با وجودی که مقربان خدای عزوجل هستند، خودشون هم وحشت زده میشند. بنابراین مخلوقی که چنین وحشت زده بشه، اون چطور میتواند که قدرتی داشته باشد یا شفاعت بالمحبت داشته باشد؟ تفسیر درست این آیه اینه.
حال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، بعد از اینکه دلائل خوانده شد زجر و تخویف اخروی هست برای کفار که با وجود این همه دلائل ایمان نمی آورند و میگویند قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، نه ما به این کتاب و به این قرآن ایمان داریم، ولا بالذی بین یدیه، و نه به کتاب هایی که قبل از این بودند. یعنی نه قرآن قبول داریم، چون که قرآن بار بار و جای جای از تورات از انجیل حواله میده و نقل میکند و به عنوان یکی از دلائل یاد میکند. لذا مشرکین میگفتند نه قرآن را قبول داریم و نه اون کتاب هایی که قبل از این بودن، ولا بالذی بین یدیه، اون کتابی که جلو این بوده. خب الله عزوجل تخویف بیان می فرماید برای کسانی که منکر کتاب های آسمانی هستند. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اگر ببینی تو زمانی که ظالمان ایستاده هستند، مراد ظالمان مشرکان هستند، موقوفون عند ربهم ایستاده هستند نزد پروردگارشان، یرجع بعضهم الى بعض القول، این به صورت اجمال است، بعضی به بعضی سخن را برمیگردن، به این معنی که با هم دیگه جر و بحث میکنند، با هم دیگه گفتگو میکنند و همدیگر را ملامت میکنند. یرجع بعضهم الى بعض القول، از نظر سخن با هم دیگه بحث میکنند، همدیگر را ملامت میکنند. این اجمالش. تفصیلش اینه یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، میگویند آنهایی که مستضعف قرار گرفتند، یعنی ضعیف قرار گرفتند، منظور تابعین هستند، مریدان هستند. للذین استکبروا، به مستکبرین میگن، به متبوعین، به رؤسای کفر شرک میگویند. چه میگویند؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما مؤمن میشدیم، شما مانع ایمان ما شدید، شما نگذاشتید که ما قبول بکنیم صحبت و حرف انبیا را، ما را به بیراه کشیدید. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، مستکبرین میگویند، رؤسای کفر، رؤسای شرک، مرشدان کفر میگویند به تابعین خودشان، به ضعفا میگویند انحن صددناکم عن الهدى، آیا ما شما را باز داشتیم از هدایت، بعد اذ جاءکم، بعد از اینکه هدایت پیش شما آمد، مگه ما شما را باز داشتیم؟ بل کنتم مجرمین، شما خودتون مجرم بودید، شما خود جرم کردید، خود کاری کردید، چرا به گردن ما میندازین؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، ضعفا میگویند، تابعین میگویند، مریدان میگویند، به مرشدهای خودشان میگن، به مستکبرین میگویند، به رؤسا، بل مکر اللیل والنهار، بلکه ما را که بازداشت چه چیزی؟ مکر اللیل ای مکرکم فی اللیل والنهار، شب روز بر علیه ما توطئه می کردید، مکر می کردید. مکر اللیل بر صددناکم مکرکم بنا باللیل، ما را جلوگیری کرد، توطئه های شما، مکرهای شما که برای ما داشتید، باللیل و النهار، شب و روز، شب و روز بر علیه ما توطئه داشتید. اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، که ما را امر می کردید ما به خدا کفر کنیم و قرار بدیم برای خدا شریکانی، همتایانی. شما ما را مجبور می کردیم ما برای خدا شریک قرار بدیم، کفر بکنیم. شما ما را از راه بیراه کردید، ما را گمراه کردید. هر دو همدیگر را ملامت می کنند، گناه را به گردن همدیگه میندازن، ولی و اصر الندامت لما رأوا العذاب، وقتی که عذاب را میبینند
چیکار میکنن؟ خودشون را ملامت میکنن. اما اسروا به معنی مخفی کردن است. اینکه خود را ملامت میکنند و خود را گناهکار میدانند، این را جلوی همدیگه علنی نمیگن. اسروا اینجا به معنی مخفی کردن است. مخفی میکنند، پوشیده، از همدیگه پوشیده نگه میدارند. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. الله عزوجل میفرماید در گردنهای این نوع کفار ما طوقها را میندازیم. طوقهایی که به گردنشون انداخته میشه و اونها را به جهنم میبرند. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اینها پاداش داده نمیشوند، به کیفر اعمالشان نمیرسند مگر اون چه که عمل کردند، یعنی به قدر عملشون به اونها جزا داده میشه. وما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها. تخویف دنیوی هست و علت عذاب را الله اینجا بیان میفرماید که ما در گذشته هر نذیری فرستادیم، هر فرستاده فرستادیم، هرگاه که پیامبرانمون را فرستادیم ابتداءً انسانهای مرفه، انسانهای خوشگذران، انسانهایی که دنبال عیش و نوش بودند، اونها انکار کردند، اونها کفر کردند. چون که رسالت انبیا با نوع زندگی اونها که تعیش است، خوشگذرانی هست، در تضاد و تناقض بود. و ما ارسلنا فی قریة من نذیر. در هیچ قریه هیچ پیامبری نفرستادیم، هیچ فرستاده و ترساننده نفرستادیم الا قال مترفوها، مگر خوشگذران ها گفتند. اونهایی که زندگی طرف داشتن، زندگی خوشگذرانی، اونهایی که فقط دنبال هوا و هواس مادیات، گفت انا بما ارسلتم به کافرون. آنچه که شما برای آن فرستاده شدید ما اون را قبول نداریم، منکریم. و چه چیزی اونها را وادار به این کفر کرد؟ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا. خداوند عزوجل سرزنش میفرماید آنان را که میگفتن ما از نظر مال و اولاد بیشتر هستیم از اونهایی که ایمان آوردن. نحن اکثر اموالا و اولادا، تفسیر جلاله نوشته ممن آمنه، از اونهایی که ایمان آوردند اونا کمتر مال دارن ما بیشتر داریم، اونا کمتر فرزند دارن ما بیشتر داریم. و ما نحن بمعذبین، ما عذاب داده نمیشویم در دارین. چون که خداوند ما را اعزاز کرده، ما را احترام کرده، به ما همه چیز داده، معلوم میشه که ما را دوست داره. سوء فهم اینها، غلط فهمی اینها در این بود که مال که داشتن فکر میکردن محبوبیت هم دارند. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان عقیدهش اینطور خرابه که خدا بهش میده مال، چیزی میده، میگه ربی اکرمن، خدا مرا اکرام کرده. مال داشتن و مال دادن به کسی این دلیل اکرام نیست. انسان یعنی دیدگاهش اینطور خرابه. اما اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. خدا اگر کسی رو امتحان بکنه کم بهش بده، میگه مرا خدا اهانت کرد، خدا مرا ذلیل کرده که به من چیزی نداده. یعنی انسان اینقدر کم فکر و کوتاه فکره که مدار عزت را بر مال میدانه. اگر مال داره فکر میکنه عزت داره، اگر نداره فکر میکنه عزت نداره، در حالی که این غلطه. این دیدگاه غلطی هست. این دیدگاه مشرکینه. ببینید اونها میگفتن نحن اکثر اموال و اولادا و ما نحن بمعذبین. الله میفرماید این تقسیم رزق بر اساس خوبی و خرابی تو نیست.
خدا اگر به یکی بیشتر داده دلیل محبوبیتش نیست، به یکی اگر الله هیچ نداده دلیل مبغوضیتش نیست. این تقسیم بر اساس حکمت های دیگری است که الله خودش میدانه. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، همانا رب من، پروردگار من فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواهد، و یقدر و تنگ می کند، ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدونن. اکثر مردم فکر میکنن داشتن یعنی عزت، نداشتن یعنی ذلت، داشتن یعنی مقبولیت، نداشتن یعنی مبغوضیت. نه اینطور نیست. ما مسلمان ها هم عموما فکرمون همینه. یکی را که خدا داده، مال داده، میگیم خدا بهش عزت داده، در حالی که اگر دین داشت بگیم عزت داده. خدا کسی را عزت میده که به او دین بده، به او تقوا بده. هر که تقوا دارد، دین دارد، توحید دارد، خدا عزتش داده، ولو اینکه شام شبش را ندارد. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. و خدای عزوجل میفرماید، بازم توبیخ است، این مال شما و اولاد شما سبب قرب شما به خدا نمیشند. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا، مال شما و اولاد شما نیستند آن چیزی که شما را نزدیک بکنن، نزد ما نزدیک کردنی. زلفا مفعول مطلق تقربهم هست من غیر لفظه. چه چیزی شما را به ما نزدیک میکنه؟ چه چیزی باعث قرب شما میشه؟ الا من آمن و عمل صالحا، مگر کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، این سبب قرب میشه. مال داشته باشی یا داشته نباشی. چه بسا فقرا هستن خیلی به خدا نزدیکن و خیلی ها هم از مالداران هم به خدا نزدیکند. بستگی به این دو اصل داره، آمنه و عمل صالحا، توحید، اعتقاد درست، عمل درست. این دوتا که بود، این انسان قرب خدا را حاصل میکنه، چه داشته باشه یا داشته نباشه. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، الله می فرماید این افراد، این گروهی که عقیده درست، عمل درست دارن، برای آنها جزاء ضعف هست، یعنی چند برابر پاداش، چند برابر جزا. بما عملوا، به سبب آنچه که عمل کردند. این همون سبب ظاهریه که بعضی جا سبب ظاهری تو قرآن میاد، بعضی جا سبب حقیقی. و هم فی الغرفات آمنون، اینها در بالاخانه های، در اتاقهای مجللی در بهشت ایمنند، جاهای بسیار خوبی برای سکونت و زندگی دارند، ایمن اونجا زندگی خواهند کرد. اما والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، در مقابل اینها زجر و تخویف اخروی است. در مقابل ایمان و عمل صالح کفر و شرک است و عمل طالح است، عمل سو است. اونها کیفرشان؟ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، آنانی که تلاش میکنن در آیات ما. فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا، از سیاق معلوم میشه که آیات ما را بی اثر بکنند، در حالی که معاجزین، عاجز کنندگان هستند انبیا و موحدین را. یعنی با انبیا مبارزه میکنند، مقابله میکنند با دعوتگران، با اهل توحید، به زعم خودشان آنها را عاجز میکنند. اولئک فی العذاب محضرون، این نتیجه ثمره، نتیجه این کارشان، اینها در عذاب الهی حاضر کرده میشوند. یعنی محلی که اینها باید حضور بیابند، محلی که اینها احضار شوند، اون محل عذاب هست.
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. این اعاده همون مطلب گذشته هست که مدار بر مال نیست، مدار عزت، مدار موفقیت، مدار مقبولیت بر چیه؟ بر ایمان و عمل صالح. خب این را چرا تکرار کرد؟ یک بار که گفته شد، تکرارش به خاطر ادامهش هست. گاهی الله عز و جل مطلبی را بیان می فرماید اما نکته دیگه به اون مطلب اضافه میشه، دوباره اون مطلب چی میشه؟ تکرار میشه. لذا الله می فرماید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. رب من هست که فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگان من، و یقدر له، برای او تنگ می کند. رزق زیاد میده، کم میده. اما و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. اگر مال دارید یا ندارید، اون چه که خرج میکنید، این اضافهش است، اون چه که خرج کردید از هر چیزی از مال، فهو یخلفه، الله جایش را پر میکند. یخلفه، عوضش میده. خلیفه به معنی جانشینه، یعنی اون چه که شما خرج کردید به جایش الله عزوجل جایگزینی میگذارد. حال این جایگزین، جانشین، چه در دنیا باشه یا در آخرت یا هر دو. از آیات متعدد الهی معلوم میشه که خدای تعالی به کسانی که خرج میکنن در راه او هم در این دنیا عوض میده، هم در اون دنیا عوض میده. در این دنیا هم و یربی الصدقات، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اینجا صدقات رشد میکنند، با صدقات مال رشد میکند، مال بیشتر میشه، به سوی ازدیاد میره. و در اون دنیا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه و آیات متعدد. بنابراین و هو خیر الرازقین، او بهترین رازقین است، بهترین رزق دهنده الله عز و جل. و یوم یحشرهم جمیعا. حال تخویف اخروی و مجدد در ارتباط با کسانی که ملائکه را پرستش میکرد. ما در این سوره، ابتدای سوره خدمت شما عرض کردم که میخوانیم که حتی ملائکه مقربین شفی نیستند. یه آیه که خواندیم ماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلی الکبیر، ملائکه خودشان گاهی وحشت زده میشند. و در اینجا میخوانیم که خداوند بازخواست میکند، میپرسد از ملائکه شما گفتید که شما را عبادت کنه، یا اینکه آیا شما را عبادت میکردند؟ چون مشرکین مدعی بودند که ما گاهی ملائکه را ملاقات میکنیم، آنها را میبینیم و اونها تایید میکنند اینکه ما اونها را چی میکنیم؟ عبادت میکنیم. ولی ملائکه در روز قیامت انکار میکنند و چه جواب میدند؟ توجه بفرمایید، این آیه محل تعمق دارد. ابتدا ترجمه و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همگی را الله حشر میکند، همگی را از قبرها بلند میکند. ثم یقول للملائکه، سپس به ملائکه میفرماید هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا این مشرکین شما را عبادت میکردند؟ قالوا سبحانک، آنها میگن بار الهت تو پاکی، ای تنزیهه عن الشرکاء مطلقا، مطلق تو از هر شریک پاکی. انت ولینا من دونهم،
تو هستی ولی ما، تو هستی حامی ما، نه اونها. یعنی انت ولینا به چه معنی هست؟ علامه علوسی نوشته ای انت الذی نوالیه من دونهم، بار اله تو اون ذاتی هستی که ما تو را به عنوان ولی انتخاب کردیم، نه اونها را. لا موالات بیننا و بینهم، بین ما و بین آن مشرکان هیچ نوع موالاتی نیست، هیچ نوع دوستی، هیچ نوع رابطه و حمایتی وجود ندارد. پس چیکار میکرده اینها؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکه اینها عبادت میکردن جنات را. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر اینها به جنات ایمان داشتند. پس ملائکه میگه اینا جنات را پرستش میکردن. چطور جنات را پرستش میکردن؟ ببینید بعضی گروه ها بودند که اصلا مستقیما جنات را عبادت میکردند. مثل یک قبیله بود از بنو خزاعه. بنو خزاعه تیر بزرگی از عرب است، شاخه بود به نام بنو ملیح. اینها میگفتن ما جنات را عبادت میکنیم و اصلا شعارشون بود عبادت جنات. اونها با افتخار هم میگفتند. ولی اینجا این عبادت مراد نیست. عبادت جنات بر دو قسم است، یکی لزوما، یکی التزاما. لزوما اینه که انسان تمام عبادتی که برای معبودان انجام میده به دلیل وسوسه‌ای که شیاطین و جنات انجام میدهند، اینها را عرض کنم که عبادت میکنن، ولی قصدن و اختیارا نه. اما التزاما اینه که با اراده و قصد خودشون جنات را هدف قرار بدن، بگن بله ما جنات را عبادت میکنیم. همون گاهی میرفتن به بیابان ها میگفتند که اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه. مقصودا، قصدا، التزاما جنات را عبادت میکردن. اما اکثر مردم که جنات را عبادت میکنند لزوما عبادت میکنند، یعنی به دلیل وساوس اونها و به دلیل خداع و فریب اونها هست. مفسرین نوشتن که جنات خودشون را به اشکال مختلفی در می آوردن و پیش اینها می آمدند، به نام فرشته ها می گفتن ما فرشته ها هستیم. اینها به گمان اینکه اینها فرشته ها هستند اونها را عبادت می کردند. لذا جن بود که فریب میداد اینها را. پس به نام فرشته می آمد. همینطور در اکثر آستانه ها، مزارات، بتکده ها و بتخانه ها، اونجایی که در واقع ایستگاه شرک است و محل شرک است، اگر گاهی اونجا بعضی آثار مشاهده میشه، مثلا کسی میبینه نوری بود، کسی حرکتی میبیند، کسی صدایی میشنود که میگه صدای غیبی بود، نوری بود، فلان بود، یا یک انسان میبین که در وجودش تأثیری آمد، تحولی آمد، یه انسانی دستش کج بود راست بود، دهنش کج بود راست شد، یا یک انسانی میخواد تعرض بکند به اون مرکز، به اون آستانه، میبینیم ضربه میخورد، سرش میشکنه، پایش میشکند. اینا همه شیطنت جنات است. ما قبلا روایتی خواندیم که حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه از سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مأموریت پیدا کردن که عزا را از بین ببرن، بت عزا را. اونجا وقتی که رفتند با جنیه مواجه شدند که واویلا میکرد و دست به سر میزد و خارج شد، موهای ژولیده ای داشت که حضرت خالد رضی الله تعالی به اون جنیه حمله کرد. او را
سرش را جدا کرد که بعدا ناپدید شد و اصطلاح اون را از بین برد، کشت. و رسول الله فرمود اصل عزا همین بود، این همه زمان مردم را فریب میداد، مردم را گمراه کرده بود. منظور اینه که جنات و جنیات اونجا حلول میکنند در محله هایی که مردم میرند شرک میکنند، مردم میرند خرافات میکنند و مردم را فریب میدن. گاهی امکان داره کسی بگه من خودم در بیداری به چشمان خودم دیدم فلان ولی را. گاهی جنات به اشکال مختلفی بیان برای گمراه کردن انسان. و خواندیم در سوره غالبا سجده بود، حامیم سجده بود، که گاهی در خوابشون هم میاند. و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. تمام اعمال شرکیشون را جلو چشمان اونها برای اونها آراسته میکنند. پس جنات که در واقع همون شیاطین هستند، اینها کارشون شب و روز انحراف هست، به انحراف کشیدن است، چه به صورت خواب چه به صورت بیداری. گاهی به نام ولی خودشون را عنوان میکنند، به نام امامی، به نام فرشته‌ای، به هر عنوانی میخوان مردم را به سوی عبادت غیر الله و مردم را به سوی ترویج شرک و ترویج مناسبات شرک ببرند. پس اینجا هم فرشتهان هم میگویند که بل کانوا یعبدون الجن، بار الها اینها جنات را عبادت کردن. عرض کردم بعضی ها رسما و استقلالا عبادت میکردن، میگفتن ما بندگان جنات هستیم، ولی بعضی ها ناخواسته به نام دیگران ولی عبادت میکردن جنات را. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. تو دنیا ادعا می کردید امروز هیچ کسی از شما برای بعضی دیگر، برای کسانی دیگر مالک نفع هم نیست، نفع برسانید یا ضرر یا دور کنید. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار. الله می فرماید ما می چشانیم کسانی را که ظلم کردن، ای اشرکو، به سبب گمراهی جنات به شرک مبتلا شدند. ذوقوا عذاب النار، عذاب آتش را بچشید، التي کنتم بها تکذبون، اون عذابی که شما این را تکذیب میکردید، در دنیا انکارش میکردید، الان ببینید. و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل. آنچه که در آیات گذشته بود زجر و توبیخ بود، سرزنش بود در رابطه با توحید، و اینجا زجر هست، توبیخ هست در ارتباط با موضوع رسالت. الله می فرماید و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هرگاه بر آنان تلاوت میشه آیات واضح ما، آیات روشن ما، قالوا ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم، میگویند این نیست مگر مردی هست که میخواهد جلوی شما را بگیرد، ان یصدکم، باز بدارد شما را، عما کان یعبد آباؤکم، از آن معبودانی که پدران شما پرستش میکردند، از دین آبایی و اجدادی میخواد شما را منصرف بکند. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، میگویند این نیست، قرآن منظور، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم حامل قرآن است، این قرآن نیست مگر افکی العیاذ بالله، دروغی که افترا شده است، درست شده و نسبت داده شده به خدا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم. خب اگر این افترا است چرا اینقدر انسانها را متحول میکند، منقلب میکند، انقلابات عجیبی به وجود می آورد؟ می گفتند که سحر، جادوه، توجیه می کردند که این اثرات جادو هست. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کفار نسبت به حق میگویند زمانی که حق آمده، ان هذا الا سحر مبین،
این نیست مگر جادوی آشکار، جادوی ظاهر. الله می فرماید و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. منظور این آیه اینه که آنچه که میگویند بر اساس چی میگویند؟ بر اساس یک دلیل نقلی، کتابی قبلا بوده که اون کتاب را میخوانده از روی اون کتاب میگویند، یا قبلا پیامبری دعوتگری برای اینها فرستاده شده با توجه به صحبتهای او به جملات او این نمیگویند؟ نه، آنچه که نسبت به رسول الله میگویند و نسبت به قرآن میگویند از روی چیه؟ از روی لا علمی هست، از روی دلیل نیست، از روی ضد و عناد هست. پس مبتنی بر هیچ دلیلی نیست این گفته اونها، سخن اونها. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما آنان را کتابهایی ندادیم که اونا را بخوانند و از روی کتاب بگند. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، و ما قبل از شما هم به سوی اینها هیچ پیامبری نفرستادیم که اینها در پرتو تعلیمات اون پیامبر بیایند شما را انکار بکنند، کتاب خدا را انکار بکنند. حال وقتی که اینها از روی تعصب محض، از روی عناد و با توجه به لاعلمی و جهل محض انکار می کنند، پس مواظبشون باشند که عذاب هم نزدیکه. قبل از این هم افرادی بودند، انسانهایی بودند مثل اینها، دارای ترفه مرفه بودند، همه امکانات داشتند، همه امکانات بماند که اینها به یک دهم اونها نمی رسند، از نظر امکانات، از نظر قدرت، از نظر صلاحیت. اونها را ما پروانه کردیم، هلاک کردیم. الله می فرماید و کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردند آنانی که قبل از اینها بودند انبیا را، هم انبیا را هم کتابهای الهی را، وحی را، مثل همین مشرکین مکه. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این قریشی ها مشرکین مکه نرسیدند به یک دهم آنچه که به اونها دادیم. معشار چی را میگن؟ یک دهم. از چه نظر؟ از نظر قوه مالی، بدنی، طول عمر. جلاله نوشته یعنی اینها به از نظر مالی به اونها نمی رسید. کانوا اکثر اموالا، نه کانوا اشد منهم قوة، از نظر قوت از اینها قوی تر بودن، و اکثر اموالا، از نظر مال بیشتر داشتن، باغات اونها، امکانات اونها خیلی بهتر از اینها بود. پس اینا به یک دهم قوه مالی، قوه جانی و طول عمر اونها نمی رسیدن. اما فکذبوا رسلی، آنان با وجودی که اقویا بودند رسول من را تکذیب کردند. فکیف کان نکیر، چگونه سخت شد عذاب من، یعنی گرفت من، مؤاخذه من. نکیر اون چیزی را میگن که انسان منکر باشه، نپسندد، کنایه از عذابه، یه چیزی ناپسندی است، هیچ که نمیخواد. لذا اینها اگر تکذیب میکنند خب منتظر باشند. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله، اینجا ترغیب است، هم ترغیب به سوی توحید و هم ترغیب به سوی رسالت است. الله عزوجل چندین طریقه برای تبلیغ در این سوره مبارکه دارد، چندین روش، یکی دیگر از روش هاست. الله تعالی می فرماید که ای پیامبر به آنان بگو انما اعظكم بواحدة، ای بکلمة واحدة، من فقط یه جمله به شما میگم، یک کلمه به شما میگم، موعظه میکنم، روی همین شما فکر کنید. اون چیه کلمه؟ ان تقوموا لله مثنى
و فرادا، این که برای خدای عزوجل قیام کنید، بیستید، دو نفر، مثلا دو نفر، فرادا تنهایی، یعنی هر طوری دوست دارید بلند شید برای خدا و فکر کنید که این پیامبر و این فرستاده الله را که شما میگید جنون داره، دیوانه هست، در طول زندگیش کدوم حرکتش جنون آمیز بود؟ کجا حرکتی از خود نشان داد که اثر جنون و اثر دیوانگی باشه؟ در جای دیگه از قرآن داریم که الله عزوجل به پیغمبرش میگه فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. ای مخاطبان، ای قریش، من یک عمر در میان شما زندگی کردم، شما عقل ندارید، خرد ندارید، شما درباره سابقه من نگاه بکنید، من کدوم ایراد و کدوم اشکال را داشتم؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. اینجا هم الله عزوجل می فرماید به خاطر خدا دو نفر، یک نفر، منظور خالی از تعصب، قیام کنید ثم تتفکروا، بعدا فکر بکنی با خودتون، بیاندیشید آخه چرا این کار میکنید؟ آخه عیب کار کجاست؟ اشکال کار کجاست؟ این پیامبر را که بهش میگید دیوانه، العیاذ بالله، سابقهش، زندگیش، گذشتهش، بیوگرافیش جلوی شما هست. کدوم زمان، کدوم وقت بود که حرکت نابجایی انجام داد؟ ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جن، تتفکروا فتعلموا، که فکر کنید میدانید، به این نتیجه میرسید که ما بصاحبكم من جنه، این همراه شما، صاحب شما یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ نوع جنونی ندارد، هیچ سوی سابقه و هیچ لکه سیاهی شما نمیتونید در زندگی گذشتهش پیدا بکنید. ان هو الا نذیر لكم بین یدی عذاب شدید. این کارش چیه؟ شما را میترساند از عذاب شدیدی که بین یده، پیشا پیش است، جلو هست. از اون عذاب بترسید، اینقدر جری نباشید. پس ببینی این پیامبر سابقهش چیه و چی داره میگه، چی میخواد از شما، از چه چیزی شما را بیم میده، میترساند. آیا این تبلیغی که میکنه برای خودش منفعتی داره؟ از شما پول میگیرد، از شما حقوق میگیرد، در عوض چیزی میخواد؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، الله میفرماید بگو که من سوال نکردم از شما هیچ نوع اجری، فهو لكم، مال شما، یعنی نه جاه و پست و مقام خواستم، نه مال خواستم. ان اجری الا علی الله و هو علی كل شیء شهید. اجر من، پاداش من نیست مگر بر الله است و اون ذات بر هر چیز گواه است. لذا من هیچی از شما نمیخوام، فقط حرف من گوش کنید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. و این هم بگو که رب من حق را غالب میکند، یقذف بالحق، حق را میزند بر باطل، به این معنی که حق را غالب میکند بر باطل. ای یبین الحجه و یظهرها، قرطبی گفته حجت را ظاهر میکند، حق را ظاهر میکند، غالب میکند. و اون رب من ربی که علام الغیوب هست، همه غیب ها را میداند. لذا شما بخواهید یا نخواهید هم حق پیروز میشه. پس بهتر نیست شما تسلیم بشید؟ قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. حق آمد
و ما یبدئ الباطل، باطل از بین رفت، ظاهر نشد، به معنی از بین رفت. جلاله نوشته ای لم یبق له اثر، برای باطل دیگه اثر نماند، باطل داره مزمحل میشه، روز به روز داره نابود میشه. و ما یعید، دوباره بر هم نمیگرده، اعاده هم نمیشه. یعنی حق غالبه، حق پیروزه، شما بخواهید یا نخواهید، تسلیم بشید یا نشید، الله عزوجل حق را بر باطل غالب می فرماید. قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، به آنان بگو بالفرض، اینجا بالفرض قید کنید، اگر من بر ضلالت باشم، اگر من بر گمراهی باشم، فانما اضل على نفسی، ضررش، آسیبش به خود من، به نفس من برمیگردد. اضل علی نفسی، بر نفسم هست. اما و ان اهتدیت، اگر بر هدایت باشم، اگر راه من درست باشد، فبما یوحی الی ربی، این به سبب آن است که وحی می کند رب من به سوی من. پس من از سوی خودم نیستم، از سوی ربم و به سبب وحی ربم به شما دارم میگم. انه سمیع قریب، بدون شک رب هر چیز را شنواست و نزدیک به من و شما. بنابراین نه همه طرق تبلیغ هستند و روش های گوناگون هستند برای اینکه ایمان بیاورند. اما الله عزوجل می فرماید جای ایمان می آورند که دیگه فایده ای نداره، دردی را دوا نمیکنه. جایی که محل ایمان نیست، دنیا که محل ایمان است، محل بازگشت است، محل درک و فهم است، اینجا نمیفهمند. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب، این تخویف اخروی است. ولو ترى لرأيت امرا عظیما لرأيت امرا فظیعا، جزا مقدره. اگر تو ببینی اذ فزعوا، زمانی که وحشت زده می شوند، زمانی که حالات و مشکلات می آید، فلا فوت، فوتی دیگه اونجا نیست. فوت به معنی فرار است، یعنی اینجا برند فرار بکنند، مخفی بشن، در برند، از دست ما فوت بشن، به این معنی است. چیزی که از شما فوت بشه گم میشه دیگه از شما، نه؟ یکی میگه که مثلا تسبیح هم گم شد، یعنی فوت شد. الله میفرماید اونجا دیگه از دست ما فوت شدنی نیست، یعنی در رفتن نیست، فرار نیست. تو دنیا هست. تو دنیا یک مجرم از پیش پادشاه، از پیش مسئول مملکت فرار میکنه، به دورترین نقطه میره که این دستش به اون نمیرسه. اما نه، اونجا نه. فلا فوت و اخذوا من مکان قریب، دستگیر میشند از مکان قریب. یعنی از کجا؟ هر جا باشه برای خدا نزدیکه. چیزی به نام دور برای خدای عزوجل وجود ندارد. تفسیر خازن گفته و حیث ما کانوا فهم من الله قریب، هر جا باشند از خدا قریبا، لا یفوتونه، نه از دست او در میرن، ولا یعجزونه، و نه او را عاجز میکنن. پس الله میفرماید که شما در روزی که به وحشت بیفتید، وحشت آخرت مراد است، اون فزع اکبر، نمیتونی فرار کنید و دستگیر میشید، گرفته میشید. من مکان قریب یعنی در دسترس هستید. و قالوا آمنا به، اونجا ایمان می آورند، میگویند آمنا به این ایمان آوردیم، به توحید، به معاد، قیامت. اما رب می فرماید و انا لهم التناوش من مکان بعید، چگونه ممکن است دریافتن؟ تناوش میگویند
جبران کردن، ای انا لهم تناول الایمان. تناوش در واقع اینه که انسان گذشته خودش را بخواهد جبران بکنه، در گذشته ایمان نیاورد الان ایمان بیاره. الله می فرماید که من مکان بعید، از جای دور چطور ممکن است تدارک؟ مراد از مکان بعید بنیست دنیا، یعنی اون جایی که باید ایمان می آورد اونجا خیلی دوره از اینجا. اونجا کجاست؟ دنیاست. اینجا الان آخرته. تو آخرت میگه آمنا، این آمنا به چه درد میخوره؟ و انا لهم التناوش، تدارک برایش، تناول ایمان، حاصل کردن ایمان از جای دور. اینجا تا دنیا خیلی فاصله است، اونجا جایش بود. پس واقعا دنیا و زندگی دنیا بهترین فرصته. اینجا انسان میتونه آخرت خودش را بسازه، مزین بکنه. وقد کفروا به من قبل، قبل از این در دنیا اینا کفر میکردند. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، و غیب میزدن به معنی که غائبانه چیزی میانداختن. من مکان بعید هم معنیش هست بلا تحقیق، یعنی از روی ظن، از روی تخمین، بلا دلیل یه چیزی میانداختن، یعنی ایمان نمی آوردند. گاهی سحر میگفتن، گاهی جنون میگفتن، گاهی کهانت میگفتن. یقذفون بالغیب، غیب اینجا معنی ندیده، بدون تحقیق. من مکان بعید هم به معنی بلا تحقیق است. اونجا که جایش بود اونجا تخمینی صحبت میکردن، بلا تحقیق صحبت میکردند، بدون اینکه بیاندیشن، بدون اینکه فکر بکنن روی دلائل. الان اینجا ایمان میارند، در حالی که اونجا که جایش بود کفر کردن. وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل. الله می فرماید که حائل ایجاد شد بین آنان و بین آنچه که دوست داشتند، اشتها داشتند، تمنا دارند. اونجا در آخرت چه تمنایی دارند؟ مفسرین نوشتن من التوبه والایمان، تمنا به توبه و ایمان. حال بین اینها و بین توبه و ایمان دیگه حائل آمد. حائل کیه؟ موت. موت که آمد دیگه نمیشه دوباره توبه کرد، ایمان آورد. پس وحیل بینهم بالموت و بین ما یشتهون من التوبه والایمان کما فعل باشیاعهم من قبل. چنانچه همین معامله شد، همین برخورد شد باشیاعهم، با همکیشان آنها، هم مذهبان آنها، امثال آنها قبل از این. یعنی اونها وقتی که عذاب را دیدن ایمان آوردن ولی فایده نداشت. انهم کانوا فی شک مریب، علت اینه که اینها بودن در دنیا درباره توحید فی شک، در شکی که مریب، سرگردان، متردد، نمیدونستن چه کار بکنند. اونجا که باید تحقیق میکردن، اونجا که باید ایمان می آوردن نیاوردن. الان دیگه برایشون فایده ای نداره. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان